طمع چوپانی که سگ گلش رو سلاخی کرد. داستان بسیار آموزنده، حکایت واقعیه از زمان اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی، برگرفته از ترجمه کتاب رسانه‌های بین‌الملله. سالها قبل در زمان اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی، جنرال سانی مود که در یکی از مناطق کشور حرکت می‌کرد، در میان راه نگاهش به چوپانی افتاد و ایستاد. به مترجمی گفت برو به این چوپان بگو که جنرال سانی میگه اگر سر سگ گلت رو ببری پوند انگلیس بهت میدم. چوپان که با 1 لیره استرلینگ انگلیس میتونست نصف گله گوسفند رو بخره، درنگ سگ رو گرفت و سر برید. آنگاه جنرال دوباره به چوپان گفت اگه این سگ رو سلاخی کنی 1 پوند دیگه بهت میدم. و چوپان هم پوند دوم رو گرفت و سگ رو سلاخی کرد. برای بار سوم جنرال به مترجم گفت پوند سوم رو بگیره و سگ رو تیکه تیکه کنه. و چوپان پوند سوم رو گرفت و سگ رو تیکه تیکه کرد. جنرال انگلیسی به راه افتاد، چوپان به دنبال اون دوید و گفت اگه پوند 4 رو به هم بدی سگ رو تبخ هم میکنم. جنرال سانی مود گفت نه، من خواستم که آداب و رفتارهای مردم این مرز و بوم رو ببینم و به سربازانم نشان بدم. تو به خاطر 3 پوند راضی شدی که سگ گلت که رفیق تو بود و هم گله گوسفندان تو بود رو سر ببری، سلاخی کنی و اون رو تکه تکه کنی و اگر پوند 4 را میدادم تو رو میپختی و معلوم نیست که از پوند 5 به بعد چه کارها که نخواهی کرد. آنگاه جنرال سانی رو به نظامیان کرد و گفت تا وقتی که از این نمونه مردم در این کشور هست شما نگران هیچ چیز نباشید. پول حتی علایق احساسات انسانها رو عوض میکنه. از نخل برهنه سایه‌داری مطلب، از مردم این زمانه یاری مطلب. عزت به قناعت است و خواری به طمع، با عزت خود بساز و خواری مطلب.